دهها ساکن کولوب که ادعا دارند یک نزدیکشان در اداره پلیس درگذشته است به نشان اعتراض از بردن جسد او از سردخانه خودداری کردند. نزدیکان عبدالقهار روزیقف ساکن 37 ساله شهر کولوب میگویند ماموران میلیسا او را شب 2 ینور با خود برده صبح جسدش را در سردخانه گذاشتند. همکارم میرزانبی خالقزاد با جزئیات بیشتر در رابطه با این قضیه در برنامه همراه ما است. میرزانبی، اصلی قضیه چی است؟ ببینید زرنگیز، مقامات امور داخلی به طور رسمی قضیه را شرح نمیدهد، اما سفر گیویف تقای عبدالقهار روزیقف روز 3 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت در دست او ایزی دستبند یا داغ ناروشنیک دیده می شود و بدنش پر از آثار شکنجه است. یک نماینده شعبه کارهای داخلی کولوب میگوید ادعای شکنجه شدن روزیقف درست نیست، ولی نزدیکان جوان هلاک شده طلب دارند میلیساهایی که شب او را با خود برده بودند باید جواب دهند. و یک منبع در همین شعبه کار داخلی کولوب گفت عبدالقهار روزیقف بیرون از اداره پلیس فهمیده است و شکنجه نشده است. میرزانبی، سبب چی بوده است؟ میلیساها چرا او را با خود بردند؟ عبدالقهار روزیقف چند سال پیش به گمان معاملات مواد مخدر بازداشت و 12 سال زندانی شده بود. به قول نزدیکانش مهلت جزایش تمام نشده اما شرطاً در آزادی بود و هر هفته در بورش به پلیس گزارش میداد. عمکش رامیش روزیقف گفت ماموران پلیس شب خانه‌اش را کفتکوف کرده او را با خود بردند. در ضمن در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسا و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. بله، تشکر. مردمی که در نزد سردخانه جمع شدند چی طلب میکنند؟ سبب گرد آمدنشون چی بوده است؟ و مردمی که جمع شده است با اظهارات رسمی باور ندارند و تقاضا دارند که مسئولان مرگ روزیقف باش جوابگری کشیده شوند. متاسفانه این حادثه یگانه نیست. مرگ در بازداشتگاه تاجیکستان بارها به وقوع پیوسته است. نزدیکان از شکنجه میگن ولی منصبداران از سکته دل و بیماری های دیگر. از جمله مهراج الدین گدازاده ساکن شهر وحدت ماه اپریل سال 2021 بعد دستگیر شدنش از سوی ماموران میلیسا جان داد. مسئولان وزارت کارهای داخلی آن وقت گفته بودند که او به قصد فرار خود را از آشیانه سوم پرتافته است، ولی نزدیکانش باور ندارند و جبران ضرر معنوی میخواهند. و سال 2018 یعنی پیشتر از این نزدیکان عبدالرسول نظرف یک ساکن شهر کولوب گفته بودند که جسد او را بعد از یک روزی بازداشت از طرف ماموران میلیسا با آثار لطکوب از بیمارستان قریه بالای دوشنبه گرفتند. مقامات دلیل شکنجه شدن او را رد کرده گفتند نظرف از سکته قلبی درگذشت. تشکر. میرزانبی خالقزاد درباره تجمع 10 نفر در کولوب در رابطه با مرگ جوان 37 ساله تفصیلات میداد.